بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با عرض سلام و ادب خدمت شما برادران عزیز، خواهران گرامی و پدران و مادران بسیار مهربان، از اینکه با برنامه قرآنی تبیان در خدمت شما هستیم بسیار خرسندم. در آغاز سخن حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، ماه ضیافت الهی و ماه بهار معنویت را به همه مؤمنان و مسلمانان به ویژه ملت شریف تاجیکستان تبریک و مبارکباد عرض میکنم. ماهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عظمت این ماه فرمودند: انفاسکم فیه تسبیح، نفسهای شما در این ماه نزد پروردگار تسبیح محسوب می شود. براستی چی نعمتی بالاتر از این که دم و بازدم انسان در این ماه مبارک رنگ و بوی عبادت و ذکر الهی پیدا کند. امیدوار هستیم که خداوند متعال طاعت عبادت های همه ما و شما به ویژه روزه های ما و شما را به درگاه خودش قبول بفرماید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جای دیگر خطاب به امت خود فرموده است: بدبخترین انسان ها کسانی هستند که این ماه مبارک تمام شود و مورد غفران و لطف پروردگار قرار نگیرند، چرا که در این ماه مبارک تمام درهای دوزخ بسته است و درهای بهشت و رحمت باز است و هر بنده ای که در این ماه بزرگ ندا بزند و طلب استغفار و مغفرت از رب العالمین بکند، قطعا خداوند متعال ندای این بنده را خواهد شنید و به ندای او لبیک خواهد گفت. امیدوار هستیم که خداوند متعال توفیق عنایت بکند آنطور که شایسته و بایسته بندگی و وظیفه ما بنده ها هست در این ماه مبارک رمضان و وظیفه خود به طور احسن عمل بکنیم و خداوند متعال گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت نماید ان شاء الله. به مناسبت این ماه عظیم و با توکل بر خداوند متعال در این ماه مبارک رمضان سلسله بحث های خود را با محوریت ترجمه و مفاهیم و تفسیر سوره های حمد، ناس، فلق، توحید و سایر سوره های مورد نیاز با رویکرد علمی و با نگاه به نیازهای عصر حاضر انشالله در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. امیدوار هستیم که این گفتگوها و این بحثها مورد قبول درگاه الهی قرار بگیرد و ما را در درک هرچی بهتر معارف حیات بخش قرآن کریم یاری نماید. خواهران و برادران گرامی، امروز میخواهیم درباره سوره صحبت کنیم که هر روز حداقل 2 مرتبه در هر نماز فرضی و مستحبی آن را میخوانیم. سوره‌ای که اونس با آن از کودکی تا پیری همراه ماست، اما شاید کمتر به این اندیشیده باشیم و فکر کرده باشیم که این 7 آیه کوتاه چه نقش راه عظیمی برای ما، برای زندگی فردی و اجتماعی ما ترسیم کرده باشد. امروزه ما وقتی به مغازه مراجعه میکنیم برای خرید تلفن، کامپیوتر، دوربین فیلمبرداری، یخدان، پلیساز و محصولات دیگر، میبینیم که همراه آن در آن جعبه یک منشور و یک دفترچه هست برای راهنمایی بهتر استفاده کردن از اون محصول و طول عمر آن محصول. خداوند متعال که رب العالمین است، خالق همه اشیاء آسمان و زمین هاست و خالق انسان هاست، میبایست برای انسان ها منشور و کتاب از طریق انبیای خود برای انسان ها برساند. از طرف وحی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این قرآن عظیم الشأن در اختیار ما انسان ها قرار داده است. در این کتاب که کتاب هدایت است، شیوه زندگی و به سعادت رسیدن انسان و مسئله های زیادی در این قرآن کریم برای ما بیان شده است که خداوند متعال بهترین شیوه ها را برای زندگی ما بیان کرده است که طراح و مهندس و مدبر
این عالم خود خداوند متعال است و او بهتر می‌داند که برای انسان‌ها چی نیاز است. سوره حمد را خداوند متعال به گونه‌ای طراحی کرده است که هر بنده در هر سطح و دانش و ایمان بتواند از آن بهره ببرد. کودکان با زبان ساده آن انس می‌گیرند. جوانان پرسشگر پاسخ‌های بسیاری از سوالات خود را در آن می‌یابند. بزرگان و اندیشمندان هر بار بلایه تازه از آیه قرآن کریم و سوره فاتحه دست می‌یابند. این نشانه آن است که این سوره واقعاً هدی للناس است، نه فقط برای عده خاص. بیایید قدم به قدم به این سوره همراه شویم و ببینیم که خداوند متعال چی برنامه تربیتی کاملی برای ما تدارک دیده است. که این سوره 7 آیت دارد و اولین آیه آن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود. همه سوره های قرآن کریم 114 سوره با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده است، بجز یک سوره و آن سوره براءت است. سوال پیش می آید که چرا در این سوره بسم الله نیامده است؟ برای آنکه در دیگر سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم که با آن آغاز شده است حاکی و حکایت از آن میکند که رحمت و لطف و عنایت در آنها هست، و در سوره براءت حکایت میکند که خشم، قهاریت، جباریت و انتقام، براءت و بیزاری در آن است. بنابراین آن سوره با بسم الله مناسبتی ندارد. و یکی از نکات کلیدی در فرهنگ قرآن کریم توجه به چگونگی آغاز کارهاست. در فرهنگ تاجیکی و در رسمهای تاجیکی و عنعنه‌های تاجیکان ما می‌بینیم که هر کاری را که آغاز میکنن با نام و یاد خداوند متعال آن کار را آغاز میکنن. حتی در طعام ما شاهد این هستیم که مردم تاجیک میگویند بسم الله الرحمن الرحیم، و این آداب و رسوم‌ها در آموزه‌های دینی ما هر کاری را که با نام خداوند متعال شروع نشود به سرانجام مطلوب نمیرسد و آن کار از برکت دور است. چنانکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کل امر ذی بال لم یبدأ فیه بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. یعنی هر کار مهمی که با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز نگردد به برکت و ناقص خواهد بود. این مسئله یک اصل مهمی تربیتی و معنوی است که به ما می‌آموزد که تمام فعالیت‌های زندگی از کوچکترین کارها گرفته تا بزرگترین برنامه‌ها باید با یاد خداوند همراه باشد. وقتی کاری را ما با نام خداوند متعال آغاز میکنیم یعنی این کار متعلق به خداوند متعال هست. انسان مؤمن هرگز کاری را با معصیت و ناخشنودی خدا همراه نمی کند، با نام او شروع نمی کند. این پیوند میان آغاز کار و نام خدا نشانه هویت دینی و جهتگیری توحیدی ما در همه شئون زندگی است. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان رحمت عام است، یعنی به همه مخلوقات شامل می شود. خداوند متعال در این دنیا انسانها، حیوانها، گیاهان، نباتات این رحمت عام را داده است و از وجود این رحمت همه موجودات بهره‌مند میشوند. اما رحیم رحمت خاص است و این رحمت خاص مخصوص بندگان با تقوای خدا، مخصوص بنده های ویژه رب العالمین است. رحمان که رحمت عام است فقط رحمت دنیوی است، یعنی آنچه که در عالم هست از اون در آینده باز بیشتر توضیح خواهیم داد. اما رحیم مخصوص بندگان خاص است، محدود است، ویژه است، برای انسانهای ویژه است و محدود به این دنیا نیست. این رحمت در عالم برزخ، در عالم قیامت و در عالم بهشت
شامل حال بندگان خداوند متعال می شود. الحمدلله رب العالمین. حمد و ستایش مخصوص پروردگار است. خداوند سوره را با حمد آغاز می کند. چرا با حمد؟ چون اولین گام تربیت یک انسان پرورش و روحیه قدردانی و سپاسگزاری است. الحمدلله یعنی همه ستایش ها مخصوص پروردگار است، برای آنکه همه کمال ها و نعمت ها از او سرچشمه می گیرد. انسان با گفتن الحمدلله در حقیقت اعتراف می کند که منشأ هر خیر و زیبایی در عالم خداوند متعال است و حمد جهتگیری انسان را مشخص میکند که انسان همه ستایش ها را از آن خداوند متعال میداند. دیگر در برابر قدرت ها، ثروت ها و جلوه های فریب دهنده دنیا سر تعظیم فرود نمی آورد. الحمدلله و نفی بت‌های زمان. خداوند متعال با صفت رب العالمین معرفی می شود. حمد به دلیل ربوبیت الهی، چون خداوند پرورش دهنده، مدیر و مدبر همه عوالم است، شایسته حمد مطلق است. و اگر این روحیه حمد و ستایش اگر در جامعه اگر جا بیفتد، به اون جامعه اهل سپاس و حمد باشد، اون جامعه به سوی رشد تعالی پیش خواهد رفت و در آن جامعه یأس و ناامیدی راه ندارد، راه بنبست وجود ندارد و از هر نوع وابستگی در امان خواهد بود. آیا ما این سوال رو برای خود داده ایم که ما اهل سپاس و تشکر هستیم؟ آیا وقتی که از خواب بیدار میشیم قدر این نفس کشیدن را میدونیم و تشکر از خداوند متعال میکنیم؟ آیا همکاری اگر در جای کار برای ما کمک میرساند، آیا از او تشکر میکنیم؟ جامعه‌ای که فرهنگ شکر در آن کمرنگ شود به جامعه بدبین، ناراضی و پرتنش تبدیل می شود. آغاز سوره حمد نسخه درمان این بیماری فردی و اجتماعی است. الرحمن الرحیم، رحمتی که فراگیر است و رحمتی که ویژه است. در بسم الله الرحمن الرحیم ما کمی در باره رحمان و رحیم توضیح دادیم که رحمان یعنی کسی که رحمتش همه موجودات را در بر میگیرد. باران بر همه میبارد، چی مؤمن چی کافر. خورشید برای همه میتابد، چی عادل و چی ظالم. هوا برای همه هست، چی دوست و چی دشمن. این رحمت عام الهی است که حتی شامل ابلیس هم می شود و این یک رحمت عام است که شامل همه مخلوقات خداوند می شود و از اون رحمانیت الهی همه موجودات استفاده می برند. اما رحیم رحمت ویژه است برای کسانی که ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند. در سوره اعراف خداوند متعال می فرماید و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون، یعنی رحمتم همه چیز را فرا گرفته، اما آن را برای کسانی که تقوا دارند رقم خواهم زد. این دو نام به ما می آموزد که خداوند هم عادل است و هم کریم، به همه فرصت می دهد، اما کسانی که تلاش بیشتر میکنند پاداش بیشتر خواهند گرفت. در خانواده، در مدرسه، در مکتب، در محیط کار این الگو را می توانیم اجرا کنیم. همه را دوست داریم، با همه ارتباط داریم، اما کسانی که مسئولیت پذیرند و تلاش بیشتر میکنند تشویق ویژه باید داشته باشند. مالک یوم الدین، فراموش نکن روز حسابی در پیش است. اینجا خداوند متعال با صفت دیگری معرفی میکند خود را، مالک روز جزا. مالکیت خداوند با مالکیت ما فرق دارد. ما یک مالکیت حقیقی داریم و یک مالکیت اعتباری و مجازی داریم. ما خیال میکنیم که خانه، ماشین، پول ما مالک اینها هستیم، اما این مالکیت
اعتباری هستند و موقت هست. حقیقت این است که ما هیچ چیز را واقعا مالک نیستیم. همه چیز امانت است نزد ما و خداوند متعال می‌فرماید لله ملک السماوات والارض. مالکیت حقیقی از آن اوست و روزی هم قرار است که از این امانت‌ها بازخواست شویم. آن روز یوم الدین است، روز حساب کتاب است و روز جزاست. چرا بسیار از انسان‌ها گناه میکنن، ظلم میکنن، حق دیگران را میخورن و وجدانشون هم آرام است، چون فراموش کردن که روز حسابی در کار است. روز قیامت را فراموش کردن. وقتی انسان باور کند که قرار است در روز قیامت از او بازخواست خواهد شد و او نسبت به عمل خودش باید پاسخ دهد، جسارت نمیکند که به کسی ظلم کند، جسارت نمیکند حق کسی را بخورد، جسارت نمیکند به کسی توهین کند، جسارت نمیکند به کسی غیبت کند. چرا؟ چون به یاد اون روز قیامت هست و مواظب هست که در این دنیا گندم کاری در آن روز گندم می‌دروی و اگر جو کاری در آن روز جو. و این دنیا مزرعه است و ما در این دنیا امتحان میشویم. ایاک نعبد و ایاک نستعین نقطه اوج بندگی است. اینجا قلب سوره حمد است. آیات قبل مقدمه بود برای رسیدن این نقطه. ما پروردگار عالمیان را شناختیم، رحمت عام و خاص او را دیدیم، مالکیت مطلقش را بر روز جزا فهمیدیم. حال نوبت آن است که بگوییم تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. ایاک نعبد یعنی نه بت‌های سنگی را میپرستیم، نه پول را، نه قدرت را، نه شهرت را، نه علم را و نه هوای نفس خود را. تمام اینها مخلوقند و مخلوق شایسته پرستش نیست. جامعه جاهلی اولی بت‌های سنگی می پرستید. جامعه جاهلی مدرن بت‌های جدیدی را پیدا کرده است. بعضی پول را معبود خود ساختند، آنچنان که برای آن از هر اخلاقی می‌گذرند. بعضی مقام را چنان میپرستند که حاضرند آبروی خود و دیگران را فدای آن کنند. بعضی علم را به گونه‌ای میپرستند که گمان میکنند هرچی علم بگوید درست است، حتی اگر برخلاف فطرت انسانی باشد. یعنی در اینجا همیشه باید ما از خداوند متعال یاری بجوییم و از او باید طلب بکنیم. و ایاک نستعین یعنی تنها از تو کمک میخواهیم. این دو جمله کوتاه انسان را از هر نوع وابستگی ناسالم و ذلتبار نجات می‌دهد. انسان موحد پیش هیچ قدرت سر تعظیم فرود نمی آورد جز پیشگاه خداوند متعال. پس این آیه خیلی آیه مهم است که می‌فرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. هدایت یک بار برای همیشگی نیست. این دعا به ما می آموزد که ایمان یک رویداد نیست، یک فرایند است. کسی که مسلمان شده و نماز میخواند و روزه میگیرد باز هم هر روز باید بگوید اهدنا الصراط المستقیم، خدایا مرا به راه راست هدایت کن. برای چی؟ چون راه راست یک جاده لغزنده است. هر لحظه ممکن است شیطان از راه برسد و انسان را بلغزاند و ایمان او را بگیرد. هر روز ممکن است هوای نفس با چهره حق ظاهر شود و فریب دهد. هر ساعت ممکن است که دوستان ناباب و محیط ناسالم مسیر زندگی ما را عوض کند. بنابراین باید همیشه ما بگوییم که اهدنا الصراط مستقیم. پس مؤمن هیچگاه خود را به نیاز از هدایت نمی بیند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اون مقام والایی که دارد هر روز در نماز میگوید اهدنا الصراط المستقیم. ما نیز هر روز این جمله را تکرار میکنیم که تا خداوند لحظه به لحظه ما را در این مسیر استوار بدارد. صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم، همراه خوبان شو. صراط مستقیم
یک راه انتزاعی و نظری نیست. راه کسانی است که خداوند به آنها نعمت داده است. قرآن در سوره نساء این افراد را معرفی کرده است: پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان. اینها الگوهای ما هستند. ما در زندگی با الگو نیاز داریم. خداوند این 4 الگو را به عنوان الگو برای ما معرفی کرده است و خداوند متعال این نعمت را برای بندگان خود داده است و این نعمت را باید با دست چنگ بزنیم و این نعمت را نباید ما رها کنیم. به چه دلیل؟ به همون سببی که شیاطین در کمین هستند و ممکن است هر لحظه ما را شکار کنند و از مسیر درست و از مسیر راست ما را به راه کفر و شرک ببرند. خداوند متعال این نعمت را برای همه داده است. از جمله یکی از مصادیقی که مفسران ذکر کرده اند برای قوم موسی علیه السلام: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التي، یعنی این نعمت را ما به همه دادیم، اما کسانی موفق شدند که از این نعمت نگهداری کردند، تلاش کردند، کوشش کردند و این نعمت را نگاه داشتند و کسانی که اهل تلاش نبودند و سستی کردند و این نعمت الهی را از دست دادند. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. از دو راه خطرناک باید دوری کنیم. در نقطه مقابل منعمان نعمتها دو گروه قرار دارند که از آنان نباید پیروی کرد. مغضوب علیهم، کسانی که خشم خدا بر آنان فرود آمده است. به گفته بسیاری از مفسرین مصداق بارز آن بنی اسرائیل است که نعمت به آنها داده شد اما پیامبران خود را با وجود این که میدانستند کشتند، تورات را تحریف کردند و با علم به حق با آن مخالفت کردند. ضالین کسانی هستند که گمراه شدند. مصداق بارز آنان به گفته مفسران گروه از مسیحیان هستند که در شخصیت حضرت عیسی علیه السلام غلو کردند و او را پسر خداوند نامیدند و ویژگی اصلی این گروه آن است که از روی جهل و نادانی بدون تحقیق کافی راهی را برمیگزینند که به بیراهه می انجامد. این 7 آیه بود که به صورت مختصر و تفسیر اجمالی مطرح شد و انشاءالله که خداوند متعال از این دو دسته و این دو آسیب بزرگ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ما را دور بگرداند و در مسیر هدایت ما را قرار بدهد و گاه انسان ها از روی لجبازی و عناد گمراه می شوند و گاهی از روی جهالت و تقلید کورکورانه. و سوره حمد و فاتحه یک دوره کامل تربیت اسلامی در 7 آیه است که این سوره به ما یاد می دهد که قدردان باشیم و زبان شکر داشته باشیم، بدانیم که رحمت خداوند متعال فراگیر است و هم ویژه است و تلاش کنیم به رحمت ویژه او انشاءالله دست یابیم. فراموش نکنیم که روز حسابی در پیش است و همه چیز پیش ما امانت است و اینها را باید بگذاریم، برویم تنها خداوند متعال را بپرستیم و تنها از او یاری بجوییم. پیوسته از خداوند متعال هدایت بخواهیم و خود را به نیاز نبینیم. الگوهای خود را پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان قرار دهیم. اگر بتوانیم این 7 اصل را در زندگی فردی و اجتماعی خود پیاده کنیم، وعده الهی را در آیه دیگر خواهیم دید: لئن شکرتم لازیدنکم. آن وقت است که نعمتهای الهی یک پس از دیگری به ما سرازیر می شود و زندگی ما سرشار از برکت، آرامش و سعادت خواهد شد انشاءالله. انشاءالله در برنامه‌های بعدی با سوره‌های دیگر با تفسیر مختصر انشاءالله در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.